کارهای خارجه ترکمنستان رشید میردوف روز 3 اکتبر برای مذاکرات با رهبران به نام امارت اسلامی افغانستان، حکومتی که گروه تندرو طالبان بعد غصب این کشور تشکیل کرده است، به کابل آمد. در ویدیو و عکس‌های نشر شده دیده می شود که میردوف را در میدان هوایی کابل شخصا خود وزیر خارجه امارت اسلامی امیرخان متقی پیشواز گرفته است. ترکمنستان از اولین کشورهای همسایه افغانستان است که خیلی زود با حکمان نو آن کشور علاقه برقرار کرده اولین دیپلمات‌های خارجی از جمله کنسول‌هایش در هرات و مزار شریف اولین دیپلمات‌های خارجی بودند که با والیان از سوی طالبان تعیین شده ولایت هرات و بلخ رسما ملاقات کردند. خود رشید میردوف بعد عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان که در پی ارسال 1300 تن کمک بشری به افغانستان هنوز روز 8 اکتبر به کابل آمد و با رهبران طالبان مذاکرات کرد، اینک دومین دیپلمات چنین سطح بلند از آسیای مرکزی است که برای مذاکرات مستقیم با این گروه تندرو وارد کابل می شوند. دو کشور دیگر آسیای مرکزی قزاقستان و قرقیزستان نیز فعالانه با طالبان راههای تماس می جویند. قزاقستان امکانات لوجستیکی خود را برای انتقال یاریهای بین المللی به افغانستان پیشنهاد کرده ایستاده است و قرقیزستان هنوز ماه سپتامبر معاون رئیس شورای امنیتش طلببک مصادقوف و سردار شعبه سیاست بیرونی دستگاه پرزیدنت ژینبک قلیبایف با یک هواپیمای پر از یاریهای بشری به کابل فرستاده بود. به فرق از دیگر کشورهای منطقه، تاجیکستان از اول نسبت به طالبان موقع شدید گرفت و گفت حکومت را که در آن به نمایندگان اقلیت‌های قومی افغانستان بخصوص به تاجیکان آن کشور جایگاه شایسته داده نشود اعتراف نخواهد کرد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان چند بار گفت تاجیک‌ها 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهند و باید در حکومت جایگاه سزاوار داشته باشند. امامعلی رحمان همچنین به صورت آشکارا از جبهه مقاومت ملی افغانستان که تحت رهبری احمد مسعود به ضد طالبان می‌جنگد طرفداری می‌کند و پاکستان حامی اساسی طالبان را به برگزاری مذاکرات بین طالبان و تاجیک‌های افغانستان در شهر دوشنبه متقاعد کرد. پرزیدنت تاجیکستان همین طور طالبان را اقدار می‌کند که افغانستان را دوباره به لانه تروریسم بین المللی تبدیل داده ایستادند. چنین موقع‌گیری‌های دوشنبه رهبران طالبان را عصبی کرده است. اخیراً طالبان تاجیکستان را در دخالت در کارهایش ادعا کرده و گفت هر عملی عکس‌العملی دارد. یک نماینده طالبان حتی تهدید کرد که اگر جامعه بین المللی دخالت نکند ما تاجیکستان را در 24 ساعت تصرف خواهیم کرد. جنگ تهدیدها بین تاجیکستان و طالبان یک مدت به حد اوج گرفت که مسکو مجبور شد با اظهار نگرانی از این نمایش زور و بازو هر دو جانب را به آرامی دعوت کند.